دارد. به آثارش نه کورکورانه بلکه به عنوان یک زن می‌داند که آفرینش از هر چیزی قوی‌تر است و او بلد است این را با یقین و ایمان حقیقی بگوید. کامو در 23 فوریه 1950 برای او می‌نویسد: هیچ کدام از ما دیگر در کار و زندگی و غیره تنها نیست. هر کدام از ما کسی را دارد که فقط با او معنای همراهی را درک می‌کند و این تا آخر محقق بود. چطور این دو نفر توانستند این همه سال را زیر فشاری طاقت‌سوز تاب بیاورند؟ فشاری که وقتی به آدم وارد می‌شود زندگی آزادانه‌اش به خاطر ملاحظه دیگران محدود می‌شود. زندگی که در آن باید پیش رفتن را آموخت، راه رفتن بر طنابی تنیده از عشقی عاری از هر غرور، بی ترک کردن هم، بی شک کردن به هم، با توقع صداقتی دو طرفه. جواب این پرسش در این نامه‌نگاری نهفته است. پدرم در 14 فوریه 1960 فوت کرده است. در اوت 1959 به نظر می رسد که آنها توانستند بر این طناب بدون لغزش و تا انتها پیش بروند. ماریا برای او می نویسد: به نظرم بد نباشد که نگاهی به آشفتگی ناجور ذهنم بیاندازم. این غمگینم می کند که هرگز فراغت و فراست و اراده محکمی را که برای سر و سامان دادن به درونم لازم است نیابم. این فکر آزارم می دهد که همانطور که لاعلاج به دنیا آمدم ناتمام از دنیا بروم. کامو به او پاسخ می دهد: به جز ناتمام باید در ابهام وجود خیش مرد، از هم گسیخته، اما شاید همانطور که مرگ یگانگی محقق شده است، شناخت تزلزل ناپذیر حقیقت هم باشد و برای لمس قلب مرگ باید این راز، این ابهام وجود، این نهیب همیشگی، این جنگ با خود و با دیگران وجود داشته باشد. پس کافی است بشناسیمش و این راز و تضاد را در سکوت به ستایش بنشینیم. فقط با یک شرط: دست از مبارزه و کندوکاو نکشیم. سپاس از هر دو آنها نامه‌هایشان باعث می شود جهان جایی بزرگتر و نورانی‌تر شود و هوا سبکتر باشد، فقط به خاطر بودن آنها. محض نشکستن عهد و وفا، چیزی که پدرم به من آموخت، اینجا از دوستم بئاتریس ویان قدردانی می کنم که کاری مقدس را به انجام رساند. او بود که نامه ها را پاک نویس کرد و بر آنها تاریخ گذاشت و روزها و روزها این نامه نگاری